از صاحب زنگ میزنه. حتما خدا من انصاری رئیسی هستم از صاحب. بفرمایید از صاحب بیننده گرامی ما. روز میخواستن یه خوشخبری به شما بدن. ما اینجا صاحب چند تا همسایه آخوند داریم، حدود 3 نفر میشن. اینا پسراشون با نگاه کردن شبکه‌شون شما الحمدلله اومدن و سونی شده. اینا رو گرفتن زندان انداختن، هر کاری کرده اینا برنگشت. الله اکبر. و این الله اکبر. خوشخبری رو به شما میده اینجا بوقای در بین مردم شما به پاک کردید. الله به اکبر. یک پیام میخواستم به حکومت آخوندی ایران به خامنه‌ای نمیخوام کنیم. حالا بفرمایید. این روای سنت میگه که حتی نمیذاره وارد داخل شهر بشن، نه که نزدیک حدود داخل شهر اینا رو نمیذاره بشن. نه اینقدر پلید هستن. ما اهل سنت ایران مگه میخواستیم مثل سوریه مثل عراق یک روزه میتونستیم تخت شما رو به لرزه دریم، ولی ما میخوایم اینجا صلح برقرار بشه، امنیت برقرار بشه و بال جنگ خونریزی هم نیستیم یا مثل عراق مثل سوریه یک روزه میخواستیم تخت شما رو سرنگون کنیم. تشکر برادر گرامی. تشکر از شما. خدا نگهدار شما. الحمدلله. من تشکر میکنم از این بیننده گرامی که این خوشخبری رو به ما دادن. الله سبحانه و تعالی به این فرزندانی که در خانه این آخوندها به دین مبین اسلام مشرف شدن و واقعیت رو شناختن این توفیق رو نصیب بکنه که ثبات و پایداری داشته باشن، چون واقعا خیلی مشکله در خانواده‌ای که اونم در رأسش آخوند باشه، کسی اعلان هدایت بکنه به هر شکلی شده میخوان این صدا رو به اصطلاح خفه بکنن و نابود بکنن تا کسی نشنوه، چون قضیه هدایت علما و مراجع اینا واقعا عرش اینا رو به لرزه در آورده.